بچه‌ها طرحی که توی کلیپ قبلی براتون گرفتم یکی از روش‌های نامه‌رسانی تو جنگ‌های قدیمه که پایه و اساس علمیش هم آشکار شدن ویژگی تغییر شیمیاییه. از ویژگی تغییر شیمیایی میتونیم به تغییر رنگ، بو و مزه اشاره کنیم. حالا من توی کلیپ قبلی اومدم با استفاده از آبقوره که البته به جاش میتونیم از آب لیمو و سرکه هم استفاده کنیم یه طرحی رو کشیدم، بعد 5 دقیقه صبر کردم تا بخشکه. در نهایت اومدم با حرارت دادن اون آبقوره رو سوزوندم و همینجور که میدونیم سوختن یک تغییر شیمیاییه که با تغییر رنگ همراهه و وقتی تغییر رنگ صورت میده اون طرح آشکار میشه و ما میتونیم اون رو ببینیم.